وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در یک اظهارات مرزبانان قرقیزستان را مسئول تیرپرانی اخیر در مرز دو کشور نامید. بنا به این اظهارات صبح 14 ایون سال 2022 در منطقه مسئولیت دیدبانگاه سرحدی کیخ واقع در جماعت واروخ شهر اسفره جمهوری تاجیکستان مناقشه مسلحانه نوبتی به وقوع پیوست. به خصوص ساعت 6:00 دقیقه به وقت محلی دیدبانگاه سرحدی مذکور از جانب خدمتیان حربی قرقیزستان با استفاده از یرق گروهی و مینامیدها به حمله ناگهانی گرفتار شد. در نتیجه این عمل تجاوزکارانه بی اساس کماندیر دیدبانگاه سرحدی کیخ جراحت برداشته به بیمارخانه جماعت دهات واروخ انتقال گردید. عین زمان وضع سلامتی او از حد وزنین ارزیابی می‌گردد. گفته می‌شود در اظهارات وزارت گفت در نتیجه گفت و شنیدهای فوری با تشبث جانب تاجیکستان میان نمایندگان سرحدی طرفا دایر شده ساعت 9:30 دقیقه به وقت محلی آتش بس میسر گردید. با در نظر داشت گفته‌های بالا جانب تاجیکستان با تأسف تاکید می‌کند که عملهای اغواانگیزانه قرقیزستان بر ضد تاجیکستان خصوصیت منتظم گرفتند. این عملهای غیر قانونی وضعیت در سرحد را تنها مشکل کرده به نگهداری فضای همدیگرفهمی و همسایگی دوستانه مساعدت نمی‌کند. تاجیکستان عملهای اغواانگیزانه خدمتیان حربی قرقیزستان را محکوم کرده از جانب قرقیزستان طلب می‌کند تا جهت پیشگیری چنین مناقشه‌ها در آینده چاره‌های بی تأخیر اندیشد. تاکید شده است در اظهارات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان قبلا درباره علاقت یک مرزبان 26 ساله تاجیک خبرها رسیده بود، ولی وزارت در اظهاراتش در این باره چیزی نگفت. قبلا خدمات مرزبانی قرقیزستان درباره دو تیرپرانی خبر داد که یکی تقریبا در بین ساعت‌های 6:50 دقیقه تا 7:00 دقیقه و دومی بین از ساعت 7:50 دقیقه تا ساعت 8:10 دقیقه در موضع بلوغباشی نویه بادکند روی داده است. این موضع را در واروخ پول آفتابروی نام میبرند و قلمرو تاجیکستان میشمارند. بنا به فرضیه خدمات مرزبانی قرقیزستان تقریبا ساعت‌های 6:50 دقیقه در بلوغباشی از جانب پاسگاه مرزی تاجیکستان کیخ به سوی پاسگاه قرقیزی بلوغباشی تیراندازی کردند و جانب قرقیزستان نیز جواباً به طرف پاسگاه تاجیک‌ها تیر گشوده است. مرزبان‌های دو کشور موقع‌های جنگی گرفتند. نمایندگان مرزبانی دو کشور در ولایت بادکند و سوخت مذاکرات تلفنی دایر کردند. به جای حادثه سرداران واحدهای مرزبانی دو جانب سفربر شدند، ولی ساعت 7:50 دقیقه جانب تاجیکستان از نو با استفاده از گرانتمیادها و مینامیادها به تیرپرانی سر کرد. ساعت 8:10 دقیقه تیرپرانی قطع شد. آمده است در اطلاعیه خدمات مرزبانی قرقیزستان یادآور میشویم روز 3 ایون سال جاری در همین موضع پول آفتابرویه بین مرزبانهای تاجیک و قرقیز الکی تیرپرانی شده بود. آن وقت جانب قرقیزستان از تیر خوردن دو مرزبانش خبر داد. از تاجیکستان هم درباره جراحت برداشتن یک مرزبان خبر رسیده بود. در پی آن تیرپرانی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان جانب قرقیزستان را به عملهای اغواانگیزانه عیبدار کرد. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 983 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون حدود 330 کیلومترش تعیین و علامت گذاری نشده است. در این قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه ها رخ می‌دهند. در پایان ماه اپریل سال 2021 در خونین‌ترین مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 55 نفر کشته و 240 کس دیگر زخمی شدند. از اول سال 2022 در چند درگیری در مرز این دو کشور که اساساً در مرز اسفره با بادکند رخ دادند 5 نفر از جانب تاجیکستان کشته شده، بیش از 30 تن دیگر از هر دو طرف جراحت برداشتند.